دوستان گرامی، امروز میخواهم برای شما نامه مهاجری که به جنازه پدرش حاضر شده نتوانست بخوانم. مهاجری که از مسافه های دور و پدر مرحومش خطاب نموده چنین میگفت: پدر جان عزیز، وقتا آرزوهای من با دشواری های زندگی بر میخورد و لغزیده به زمین می افتیدم، کسی جز تو توان مرا به پا خیزاندن نداشت. هیچ کسی مرا مثل تو احساس کردن نمی توانست. شب و روز مهنت می کردی، زحمت می کشیدی تا برای من بهشت زمینی سازی و من محتاج هر مرد و نامرد نگردم. پدر جانم، وقتی می خواهم محبت خود را نسبت تو بیان نمایم، حرف و کلمه ها به هم می خورند و مثل دانه های مرجان گسسته به هر طرف پراکنده می شوند. نمیدانم از چی یا از کجا شروع کنم. حیرانم، گره سخن را از کجا کشایم. زبانم لال می ماند و قلمم کند می شود. دلم تیز تیز می تپد و نفسم می گیرد. محبت سرشار و فیاض نسبتت دارم که مثل بحر پرتلاطم مرا از ساحل محبت به ساحل احترام می برد و می آرد. می خواهم در بحر محبت تو با کشتی قلبم همچون نوح نبی شنا کنم. چگونه محبت خود را به قلم کشم؟ محبت تو راه زندگی مرا به گلستان تبدیل داده بود که عطر آن حیات مرا خوشبو می کرد. ولی با وفات تو من از این گلستان معطر محروم گشتم. خداوند تو را مغفرت کند و قبرت را باغ بهشت گرداند. تو روشنایی بودی که مرا روشنی می بخشیدی، دریایی بودی که مرا سیراب می کردی. پدر جان عزیز، در قبرستان چه حال داری؟ میدانی که تا حال خبر وفات تو در ذهنم کشال است. تا حال این خبر ناخوش را تصور کردن نمی توانم. تصور نمی کردم که روزی می رسد و در سوگ تو می گریم. تصور نمی کردم که در جنازه تو حاضر شدن نمی توانم. تصور نداشتم که جسد بی جان تو را به آغوش گرفتن نصیبم نمی کند. تصور نداشتم که در جنازه تو حاضر شدن نصیبم نمی کند. خیال نمی کردم که به لحد گذاشته بوسه آخرین داده به سفر آخرت گسیلاندن نصیبم نمی کند. آه چی تلخ است فراق تو. اطرافیانم وصف پدر می کنند، من نیز می خواهم وصف تو را کنم، ولی می ترسم که گریه گلوگیرم می شود و اشک بر رخسارم روان می گردد. نمی توانم چیزی گویم جز پدر دل تازه داشت. تا حال باورم نمی آید که به سفری رفتی که بازگشت ندارد و انتظار راه بازگشتم. لکن افسوس، راهی را پیمودی که عقیب گشتن ندارد. اشک ریزاندنم اعتراض به تقدیر نیست، بلکه جای تو خالی است. پزمان تویم، ولی امید دارم که ما را خداوند از جمله کسانی که ایمان آوردند و فرزندانشان نیز در ایمان از آنان پیروی کردند، فرزندانشان را در بهشت به آنها ملحق میکنیم و از عمل آنان چیزی نمیکاهیم گفته است قرار خواهد داد.